آدم اگه ناچار بشه که کانال‌های تلویزیون رژیم رو بچرخونه و نگاه بکنه، بعضی وقتا احساس میکنه که رفته تو فیلم ایلین، موجود بیگانه. آخوندا از هر طرف به آدم هجوم میارن. یک کابوس به تمام معنا. کسان اشکالاتی در کارشونه که اینا رو قیز بیافتن. یکی اومد به من گفت آقا میخوام با شما عکس بگیرم. آقا جان خدا قانونش یک معتبر قانون الهی است. کیو انتخاب کنم؟ میگه یه همچه آدمی رو انتخاب بکن که اگر ما دقت بکنیم تو این امور به اصطلاح پشت سر بگذاریم. پدر مادرم به من زنگ میزنن، با اون که من قم هستم، وقتی از شمال تماس میگیرن شماره پدر مادر میفته، میشینم پاهامو جمع میکنم حتی دراز کشیده باشم. باریکلا. باز هم ما تاکید میکنیم مصرف رسانه‌ای رو انقدر بالا نبرید که احساس نیاز بکنید که باید 40 تا شبکه در دسترستون باشه. وقاحت و پررویی آخوندی حالا اونجایی بیشتر خودش رو نشون میده که در عین اینکه خودشون شیش پشته همه کانال‌ها رو اشغال کردن، به همه هم راهنمود میدن که تلویزیون نداشته باشین و تلویزیون نگاه نکنین و خطراتش رو در نظر داشته باشین. اگر ماهواره در خانه نباشه چه اتفاقی میفته که ما بخوایم یه ابزاری رو که میتونه ضرر داشته باشه و عملاً هم ثابت شده ضرر داره بیاریم توی خونه، بعد احتیاط بکنیم که درست استفاده کنیم. خب آقا مطلب شما فکر کنم باقی موند. خواهشمون این بود که تلاش بکنید در طول هفته‌ای که در پیش داریم، همین هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، مصرف رسانه رو در منزل‌هاتون پایین بیارید، کمتر پای تلویزیون بنشینیم. اما آقا در مورد اختلال خواب هم هفته گذشته صحبت کردیم به عنوان یکی از در واقع مهمترین و یکی از فاکتورهای خیلی مهمی که استفاده زیاد از تلویزیون باعث میشه که در واقع در زندگی ها این اتفاق بیفته. من یه استادی داشتم، الانم هست، خدایش دلله هر کجا هست موفقش بداره. یه بار تو دوران طلبگی منم داغ بودم، اوائل می‌خواستم زیاد مطالعه کنم و یه دوره خیلی خوابمو کم کردم. ولی اینجا یه اعترافی هم بکنم، لطمش هم دیدم. رفتم خدمت ایشون گفتم روزی چند ساعت بخوابم. یه نگاهم کرد گفت روزی 12 ساعت بخواب. خیلی نکته قشنگ گفتید. من تو ذهنم داشت اون زمان‌ها باز یادآوری می‌شد، به این فکر می‌کردم که اون موقع فکر می‌کردم که یعنی من اگر مثلا 60 سال می‌خوام زندگی کنم 20 سالش رو خواب باشم به هیچ عنوان. من احساس ولی اینکه فرمودید نکته خیلی جالبی. یه فایل صوتی دیگه با هم میشنویم و باز هم در خدمت شما هستیم. ماهواره عامل اصلی این مشکلات بود. تا ماهواره نبود این مشکلات هم نبود. من فهمیدم که ماهواره چقدر تاثیر بدی رو ارتباطم با خدا گذاشته بود. واسه همین از همه تقاضا میکنم حتی شده باشه برای یک ماه مجبوری بزنش کنار تا ببینن چه تاثیرهای خوبی میتونه تو زندگی داشته باشه ماهواره نداشتن. من یه جوون 18 ساله هستم. ما یه چند ماهی هست که ماهواره خریدیم. و وقتی من موضوع با خانواده‌ام در میون گذاشتم که چقدر تاثیر بدی رو من گذاشته، من تصمیم گرفتم که ماهواره رو بردارم تو خونم. و من یه توصیه می‌کنم که تو همه خونه‌ها دیگه هیچ خونه ایشالله که ماهواره نباشه که هیچ جوونی مثل من ذهنش خراب نشه. ما بحثمون اختصاص به ماهواره نداره، ما میگیم میزان مصرف رسانه. ماهواره، تلویزیون و رادیوی خودمون، اینترنت، تلفن همراه، نرم افزارهایی که الان اومده تو تلفن‌های همراه که وقت زیادی رو داره اختصاص میده به خودش. مصرف رسانه‌ای وقتی بالا باشه، خانواده ما رسانه‌ای بشه، تلویزیونی بشه، مشکل پیش میاد. حکایت اون بسیجی است که تو فیسبوکش نوشته بود استفاده از فیلتر شکن حرام شرعی است. یکی براش نوشته بود احمق پس خودت با قنچیکن اومدی تو. میگن که تلویزیونشو گذاشت رو کانال 1 دید یه آخوندی اومده داره صحبت میکنه. گذاشت کانال 2 دوباره دید یه برنامه دوست آخوند دارن صحبت میکنن. گذاشت کانال 3 دوباره یه آخوند روزه میخونه. همینجوری کانال رو چرخوند، رسید به تصویر مجلس خبرگان آخوندی که گوش تا گوش و عمامه تا عمامه همینجوری آخوند نشسته بود. داد زد به پسرش، گفتش که بدو اون پیت نفت رو بیار که لونه‌شون رو پیدا کردم. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی شده با